بسیار جنجال در سر تراویح خوانی می باشه، مردم متردد می باشه مناسب تراویح کنیم یا نکنیم. ای مردم، تراویح نماز نفل است، تهجد تراویح است، تراویح نماز تهجد است. چی ضرورت است نماز خفتنیتان را بخوانید برید خانه هایتان 10 بجه 11 بجه 9 نیم بجه 12 بجه 1 بجه براتان خبری موثق رسید که رمضان است. در پس شوی پیشتر بخیز، قبل از اینکه تو سحری میکنی برو وضو بکن، نفلای تا بخوانانی تراویح است. تراویح را نمیگه که حتما پشت سر امام بخوانیم. چرا پیغمبر اسلام تنها 3 شب به جماعت خوان، دیگر تنها خوانده بود. بله جماعت افضل و بهتر است که ما قرآن خوب یاد نداریم، ما درست رکوع و سجده خوب نمیتونیم. به هماهنگی مردم در انسان جرأت پیدا میشه، عبادت لذت پیدا میکنه. از او خاطر ما به جماعت میخوانیم. عمر رضی الله عنه مردم صحابه را جمع کرد به جماعت. از او دهی جنجال به کار نیست. نه یاران بخوانیم نخوانیم، مردم بیدیدنی ما مولا صاحب مجبور میکنه، مولا صاحبم بیچاره علم ندارن، وقت ما را نادیده تراویح میخوانه. عجیب است. نکو مخالفت پیغمبر برات میگه اذا رأیتموه فصوموا، وقتی که دیدی ما را روزه را بگیره از خود قبلا این کارا را نکنه. بس نمازی نفل است، دمو وقت بخوان. اگر بالفرض و تقدیر یک کسی باقی ماند هیچ گپی نیست، نماز نفل است. تو میتونی شبهای دیگری را خیلی زیاد عبادت الله تبارک و تعالی را بکن.